امو دو طایفه دیگری که یک طایفه کسانی بود که وقت کم برش باقی مانده بود، یکی وقت زیاد بود. امو وقت زیادی که برشان باقی کفاری که تعهد مطلق کرده بود کل عمر و کفاری که مدت معین بود. برای ازیا هم کسی که مطلق چی کرده بود، تعهد کرده بود، برای ازو هم 4 ماه برشان وقت داده شد که 4 ماه دیگه سری معامله خود فکر بکنه. و کسانی که محدود بود که 9 ماه در وقت اعلانش باقی مانده بود، تعهدی خود میدم نکرده بود، برای ازو هم 9 ماه موقع داده شد که تا تعهد پوره شود و بعد از او اعلان دستبرداری شود. شما علی میبینی که اسلام کدام دین است و چه نکاتی را در نظر میگیره. الله متعال اینجا بیان میکنه براءة من الله و رسوله، اعلان دستبرداری است، بیزاری است از جانب الله متعال و رسولی، از جانب رسول الله. بکی الی الذین، به او کسانی که عاهدتم شما تعهد بسته، من المشرکین، از مشرکا. یا اونمو مشرکینی بودن که امرای پیغمبر علیه السلام در صلح حدیبیه به مدت 10 سال صلح را امضا کرده بود، اما بنابر از اینکه کمک به امرای بنو بکر کرد تعهد خود میده کرد. الله متعال فرمان داد که دیگه دستبردار برشان اعلان بکو که دیگه تعهد ما و شما باقی نیست، 4 ماه براتان وقت است. با واسطه که مسلمان ها زور داره، میتونه اول نقض عهدم از یا شده، باید پوٹی که در سر از یا حمله بکنه، تار و نار کنه شانه. اسلام این غداری را قطعا نمیکنه. اول برای از یا اعلان میکنه که صلح ما خلاص شد و بعد از اون موقع هم برش میده که در مدت 4 ماه بعد تفکر بکنه، سنجش بکنه، در اینجا باقی میمانه، اسلام هم میپذیره، جنگ میکنه، هر راهی را که انتخاب میکنه. ببینی اینقدر موقع را به دشمن دادن که در 4 ماه همه اکمالات خودم بکنه، صف آرایی بکنه، مردم تحریک بکنه، قطع خود منظم بسازه. چرا؟ علت ایسته که مسلمان ها متیقن بود که دین حق است و هیچ جای باطل در دم رایش استاده شده نمیتونه. از همون خاطر است یکی از نقطه هایی که مورال مسلمان ها را همیشه زنده و بالا نگاه کرده چی است؟ حق بودن این طایفه است. ما چون حق هستیم خلاص زور هستیم. اگر کشته میشیم هم زور هستیم، اگر ویران میشیم، اگر مهاجر میشیم، اگر آواره میشیم زور هستیم. چرا؟ رای ما حق است. از همون خاطر غلبه تنها ایره نمیگه که مال غنیمت انسان بگیره. غلبه به دلیل هم میشه، غلبه به این هم میشه که همیشه دستی بالای دیگرها داری. خب با تاسف که امروز مسلمان ها نوکر و چاکر یهود و نصارا شده، تشنابایشان مسلمان پاک میکنه، کارهای ذلت آمیزیش مسلمان میکنه، لیکن مسلمان اینطور نیست. قرآن که مسلمان کدام صفت بیان میکنه او جداست، او را باید آدم بشناسه. با کتاب الله اگر کسی تعلق داشته باشه میفهمه حیثیت خدا، ارزش خدا، قیمت خدا، شهامت خدا کلش. گاهی هم نعوذ بالله برای مشرکین سر خم نمیکنه، غیرت خود از دست نمیده. اینجا ما میبینیم الله متعال میگه فسیحوا فی الارض 4 اشهر، بگردید شما در روی زمین 4 ماه، 4 ماه بگرده. حالی 4 ماه موقع دادن برای چی است؟ شما ناتوان هستی چی؟ میترسی؟ الله میگه نه، واعلموا انکم غیر معجز الله، بدانه که شما نیستی عاجز کننده الله را از گرفتن شما، که الله شما را هلاک بکنه، مغلوب بسازه. این مهلت دادن خیرخواهی شماست. مسلمان همیشه که جهاد هم میکنه خیرخواهی است. جهاد مسلمان خیرخواهی کافر است. جهاد مسلمان خیرخواهی کافر است. انتقام از کافر نیست. مبارزه اسلام بنابر انتقاد شروع و آغاز نشده و ادامهش هم برای انتقام نیست، قطعا نه. مبارزه اسلامی و جهاد برای محو فساد است. کدام چیزی که مزاحم برای تطبیق عدالت است اونمو مزاحم از بین بردن است. حکمتای طاغوتی مزاحم است برای تطبیق عدالت و نظام الله متعال. از دو خاطر بعد نظام الله تسلیم شود. مردم که اسلام معرفی میکنه که دین خشونت است، دین جنگ است، این گپ غلط میزنه. اگر امی کفار با مو مفکوره کفری خود در تحت قانون اسلام، قانون عمومی اسلام میآید، عدالت حاکم شود، در اینجا فساد نباشه، هیچ غرض نداره که به زور کسی را مسلمان نمیکنه. لا اکراه فی الدین. از همون خاطر یهود نصارا در تحت بیرق اسلام زندگی کنه نمیتونه. حق و حقوق انسانیش مکمل مسئول است، محفوظ است.
ادناترین تعرض کس سرش نمیکنه. اسلام که جهاد میکنه برای محو چی است؟ فساد است. برای کسی که مزاحم یا مانع برای تطبیق عدالت الهی میشه. سرزمین الله، حکمت الله باید قائم شود. پاچا و گدا با هم یکی باشه در برابر قانون الله. امروز در مقابل قانون الله دموکراسی قد علم کرده. اما کسایی که امروز مسلمانای ما در دست گرفته دموکراسی داد میزنه. شما یاد داشته باشید این دموکراسی در ضد نظام الله قیام کرده. تاسف به او علمایی است که میگه دموکراسی تضاد با اسلام نداره. عجیب است. این بسیار جای تعجب است. و افراد عادی نه، علمای بس خیلی بزرگ که علمیتشان از ما کرده به درجه ها بلند است، اما باز و میگه دموکراسی اسلامی. دموکراسی و اسلامی عجیب است. کدام دموکراسی؟ اول مفهوم دموکراسی مشخص شود، بعد از با اسلام تضاد داره. ما گفتیم که الله متعال موقع میده به می کفار، لیکن این نکته را برش یادآور میشه که این موقع دادن برای از این نیست که مسلمان ها عاجز است. از الله کسی خود خلاص کرده نمیتونه. و علمو انکم غیر معجز الله. شما نیستی عاجز کننده الله را که از پیش خود خلاص بکنی، فرار بکنی در کدام جای بروی، در هر نقطه بروی از الله خلاص شده نمیتونه. و ان الله مخزی الکافرین. بدانی ایران در ذهنتان بپرورانی که الله کفاره رسوا کننده است، به شرطی که مسلمان در خط اصیلی دین خود قرار بگیره. کافر ذلیل است، الله وعده کرده کافر نمیگذاره، الله ذلیل میکنه. این یاد داشته باشید. اگر ما پس به کتاب الله و سنت رسول الله رجوع کردیم، دین حقیقی و واقعی و اصیلی خود در دست گرفتیم، در زندگی خود تطبیق کردیم، ما یقین داریم که کفار الله ذلیل میکنه. و همو طورم شد. همو مردم ها یا قتل شد یا اسلام آوردن که الله برش عزت داد، یا است که دیگه در این سرزمین زندگی کرده نتانستن. خطه حجاز مکمل از شرک و بوی شرک مکمل پاک شد. الله این اعلان کرده بود. حالی وقتی که اعلان میشه و 4 ماه موقع میده، چی فایده هاست؟ چی فایده هاست؟ با وصفی که مسلمان ها مکه را فتح کرده، خب موقف داره، زور داره، بعد انتقام بگیره، چند فایده داره؟ از مغلوبین وقتی که انتقام نگیری چند فایده به دست میاد؟ اول فایده شخصی است. انسان فایده شخصی را کسب میکنه. چرا؟ که عمل کردی تو به خاطر رضای الله متعال بود، نه برای کشیدن کوفت دلت. تفکیک میشه. جهاد یک مسلمان با جنگای دنیای کفر اینمینجا است که دنیای کفر چی قسم میکنه و دنیای اسلام چی قسم میکنه. هر دویشان با هم تفاوت داره. این بنابر انتقام خود، بنابر انتقام شخصی که دلت یخ میشه، از دل یخ کردن تو قدم خودم چی میکنی؟ بند میکنی. اینجا به خاطر رضای الله این مردکه را موقع میدی، انتقام نمیگیری. چقدر فایده بزرگ است. یک، تمام جذبات خود مغلوب ساختن، زیر اراده و کنترل خود آوردن، با وصفی که قلب تو چون ظلم دیده، اذیت دیده، تو را وادار به این میسازه که از او کده زیادتر تو باید سرش انجام بدی. اما دمی طور موقع که دستتان میرسه، خب اذیتم دیده ای و بازم دستبردار میشی، از اخلاق کریمانه کار میگیری. شما چی میگی؟ این دلیل بالای عزیزته که تو یقینا بنده الله هستی، بنده خواهشات خود نیستی. کدام خواهشی که در وجود تو بود از انتقام گیری او را کلش زیر پای کردی، پایمال کردی، اعلان بندگی تا به الله کردی. دو، سوم، زمانی که امی آدم مغلوب حالت تو را ببینه که ظلم و اذیتش باعث عزیز که او مردکه یک لحظه بعد زنده باقی نمانه، ولی امو سلوک و روش کریمانه تو را ببینه، این مردکه اسیر اخلاقت میشه. از امو خاطر است صحابه کرام در میادین جنگ از این اینمی قسم روش ها خیلی زیاد کار گرفته، خیلی زیاد که هیچ پرسان نکن. دوم فایده در اینجا برای ما چی هسته که الله برشان مهلت داد تا 4 ماه را؟ به خاطر که در اینجا اینطور نشوه کسی انتقاد بکنه کسی که مردم بی پناه و بی آواره کرد، هیچ موقع برش نداد، اینقدر ظلم خو نارواست که سری کسی شوه. نه، الله متعال به پیغمبر گفت 4 ماه مهلت برش بده که مردم ها خوب تفکران بکنه، بیاندیشه، سفارایی خودم میکنه، هر چی که میکنه. دو، سوم فایده برای ما در اینجا ای شد که وقتی که مهلت داده شد برای مردم،
که شما اینمی قسم کار بکنه. این دلیل بالای ازی بود که مسلمان ها قوی هستن، شجاع هستن، بزدل نیست. کاری بزدلاست نعوذ بالله که غدر بکنه یا در حالت تاریکی و پنهانی تو را از بین ببره. نه، مرد در میدان استاد میشه، میگه بیا خدا آماده کو که هر دو مبارزه بکنیم. امروز تاسف دریج است، مسلمان بجای از اینکه نمی قسم در میدان برای آلی از میدان برآمدن چی شده؟ خلاص شده. در میدان برآمدن نمیتونه که به مردم بگه که بیا. چرا؟ به دست خود قدرت خود به مردم داده، به بیگانه و به اغیار داده، خود نوکری از او جور کرده، زیر فرمانی از او جور کرده. نمیگه که ما به تو هیچ سر و کاری نداریم. اگر ما پیمان استراتژیک امضا کنیم، مالی چی میشیم؟ نوکری همون مردم میشیم یا نه؟ پیمان امضا کردیم که ما شما را کار نداریم، بهترین اشخاص شماست، حافظین ماست، نصرت کننده ماست، ما نانخور شما میشیم. خلاص. این مرادف همین گپ است. خود قدرت خود را در دست دیگه کس داده رویستیم. نه، روزی رسان کیست؟ الله متعال است. برای کفار بروا. ما اکتفا به مو تو تلخان خود میکنیم، هیچ ضرورت به چیست؟ به این پلوه و قرمای از جا نداریم. به مو تنگی افغانی سابقی خود اکتفا میکنیم، به دلار ضرورت نداریم. الله مهربان است، اما مردم ابی عقیده را، ابی باور از دست داده. حالی فکر میکنه که خلاص جامعه جهانی نباشه، کلی مردم از بین رفته. دیگه تکمیل معاهده بود. به خاطر که قطع بعضی مردم معاهده امضا شده بود و او تعهد خود میدان نکرده بود. الله متعال بود کسی که میدان نکرده بود را تا آخری عهدشان همین قسم شما وفاداری کنه، میدان نکنه. اینمی را میگه سلوکی کریمانه و چی است؟ درس اخلاقی اسلام، که اسلام کدام نوع دین است و چه قسم مبارزه میکنه. و اذان من الله و رسوله، اعلان است از جانب الله متعال و رسولی از جانب رسول الله الی الناس، به عموم مردم مشرکین، یوم الحج الاکبر، در روز حج بزرگ، ان الله، اعلان چیست؟ ان الله، که یقینا الله متعال بریء بیزار است من المشرکین، از مشرکا. الله فرمان میده بندگان خدا که به مشرک امن داده نمیتونه. در جزیره دیگه مشرک کسی امن داده نمیتونه. خلاص اینجا دیگه شرک جا نداره. مرکز واقعی اسلام باید قطعا دو نظریه و مفکوره در اونجا حکومت نکنه. قطعا اونجا باید صاف، فقط صفا اسلام باشه. از همون خاطر در جزیره العرب برای هر کسی دو را انتخاب شده، یا اسلام یا جنگ، تا کشته شوی از بین بری، دیگه راه نداری. چرا؟ این خطه اسلام است مرکزی. خطه مرکزی اسلام باید در اونجا از یک مناره آذانی مسلمان و از دیگه مناره ناقوسی نصارا صدایش نبرای. قطعا اینجا باید مردم احساس بکنه که تنها اسلام است. بله، در خطه های دیگری امکان است که هر کس زندگی بکنه، اما در اینجا نه. چرا؟ این حکمت مرکزی اسلام است. حکمت مرکزی گپا قطعا وجود نداره. از او خاطر الله متعال اعلان کرد برای مسلمانان که نمی قسم دستورداری و اعلان بیزاری الله متعال است از مشرکین. و رسول الله متعال اعلان میکنه که از مشرکین دستوردار است، دیگه تعهدات خلاص است. فین تبتم، بله، اسلام از یک طرف تهدید میکنه، از طرف دیگه تشویق هم میکنه، راه خلاصی و نجات هم برش بیان میکنه. ایره مردم میگه بدیلی نیک، در جای از که تو خود در خون و قتل و کشتار بدی، برو توبه بکو. فین تبتم فهو خیر لکم، اگر شما رجوع میکنه از این زد و زد بازیتان، از مشرک بودنیتان، نعوذ بالله از مخالفت نظام اسلام، فهو خیر لکم، بهتر است برای شما. چرا؟ هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا به امن میشه، عزتی که برای مسلمان است برای شما هم داده میشه، مسلمان میشه پشتی سر برای ما میاد. در آخرت الله براتون همون عزت نصیب میکنه. آلی برای ما واضح میشه که الله متعال اعلان بیزاری از مشرکین کرد، پیغمبر الله اعلان کرد. این اعلان برای عمومی مردم بود. آلی دیگه یک مشرک هم باقی نمانه. ابوبکر رضی الله عنه اعلان کرد که سال آینده در این موسم حج یک نفر مشرک حضور پیدا نکنه و کسی طواف لچ هم کرده نمیتونه، بلکه مطابق آداب اسلامی مراسم حج ادا میشه. از همون خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم حج در سال دهم که آخرین حج پیغمبر بود، او را در سال دهم کرد، به خاطر که
امرای مشرکین با رسومات مشرکانشان یک جای نباشه. چرا؟ دیدن رسول الله، هویت و شخصیت رسول الله با مردمی که اعمال مشرکانه را انجام میده، این بسیار قدح می آورد، عیب می آورد. از او خاطر پیغمبر در این سال برای حج نامد، ابوبکر رضی الله عنه را روان کرد. حالا اگر کسی بگوید که پیغمبر خودش نامد، خب مسلمان ها آمد. مسلمان ها بنا بر ضرورت آمده، برای خبر رساندن پیغمبر برای کفار است که کفار آینده این بیت الله طواف میشه خب با آداب اسلامی. اینجا موحد حضور پیدا میکنه، مشرک جایش اینجا نیست. سال دوم هجرت مکمل مجمعی که با امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم از کلش موحدین است و آداب اسلامی مراعات میشه. از همون خاطر سردمداران اسلام، کسایی که خود نماینده مسلمان ها میگه، یا باید بسیار خودداری بکنه، با نماینده های کلیساها نشینه، با سفیرای مملکت ها نشینه. علما باید یک کمی بفهمه چی جای از که استقبال سفیرای یهود و نصارا را بکنه من حیث یک عالم و علما. خود ذلیل نکنه، به خود ذلت قائل نشوه. الله متعال پیغمبر نخواست که امرای مشرکین در یک صحنه دیده شود. چی جای از که تو میری استقبال سفیری کی را میکنی؟ یهود و نصارا، امریکا و انگلستان کرده رایستی، تو عالم نیستی، دین تا توهین میکنی، تحقیر میکنی. چی ضرورت بری از او داری؟ چرا بری از او میری استقبال میکنی؟ او باید پیش تو بیا، تو برش ضرورت داری، او برات ضرورت داره. دنیا به ما ضرورت داره، از ما حراس داره، از ما حراس داره. حقوق ما را بده، ما سرش هیچ غرض نداریم. عدالت ما تطبیق میکنیم، هیچ ضرورت نداریم که ما را بکشیم. خب بیچاره تا حالی رم به امن نیستن، میگه سر ما میایه. و برادر چقدر دور استی ما چطور بیاییم موجه؟ الحمدلله رعب مسلمان اینی قدر زیاد است که او باید وقتی که وا میترسه وا بیا از ما مشوره بگیره و مطابق فرمان ما شود، نه ای که ما بریم زیر فرمان از وا کار کنیم. این خلاف آیات کتاب الله متعال است. میایه بر ما حج اکبر چی را میگه؟ بعضی مردم بنابر عرف اینطور گپ میزنه که عرفه روز جمعه بیا میگه حج اکبر است. بعضی میگه که روز عید قربان روز جمعه حج اکبر است. حاجی صاحبا که بعضیش که عرفه در روز جمعه آمده اینقدر خوش است که حج اکبر بودیم سال، بعضیش که روز عید روز جمعه است. نه، حج اکبر در مقابل حج اصغر است. عمره حج اصغر است، چرا؟ افعال کم است، فقط طواف در گرد کعبه، سعی در بین صفا و مروه، حلق است، خیر و خلاص. دو سه عمل تکمیل میشه عمره احرام. اما حج فرضی او اعمال زیاد داره. جمره زدن در مینا است، در وقوف در عرفات است، شب تیر کردن در مزدلفه است، بعد از او در مینا قایم شدن است، سعی در بین صفا و طواف گپا مثل که در عمره بود دیام بود. از او خاطری را حج اکبر میگه. و دوم روز عید حج اکبر میگه. چرا؟ اکثر اعمال حج، مراسم حج در روز عید انجام داده میشه، از او خاطری را یوم الحج الاکبر میگه. حج اکبر اینه نمیگه که جمعه بیا، بله اتفاقی که تقدیری که صورت گرفته بود، پیغمبر علیه السلام در کدام سال که حج کرده بود عرفه در روز جمعه بود. یک نوع فضیلت در وقت بوده. اما اینطور نیست که حالی جمعه در عرفه بیا یا در عید چی بیا، حج اکبر است. کل حجای فرضی حج اکبر است، در مقابلش حج اصغر وجود داره. و این تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله. اگر شما اعراض میکنید، نمیپذیرید نظام اسلام، با وصفی که از اسلام معلومات کافی هم پیدا میکنه. یک انسان در 4 ماه میتونه مطالعه بکنه کدام برنامه را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ازا پیش کرده، تعامل بکنه، تفکر بکنه. حالی دیگه اگر بازم اعراض میکنه، الله میفرماید فاعلموا، بدانی انکم غیر معجز الله، که شما عاجز کننده نیستی الله متعال، از او فوت شده نمیتونی. و بشر الذین کفروا بعذاب الیم، خوش خبری بده. خبری خوش خو نیست، این خو خبری بد است به عذاب دردناک. خو این را تحکما میگه که شما آلی این آسان اسلام نمیپذیره، باز دیگه انتظار از این را داشته باشه که عذاب دردناک به پیشتان بیا، که عذاب جهنم است. الا الذين عاهدتم، بجز از او کسانی که شما قطعش تعهد بسته، من المشرکین، از مشرکین، ثم لم ينقصوكم، هیچ نوع کوتاهی در حق شما شیئا چیزی رام نکرده، عهد خدا پورا کرده، و لم یظاهروا، امدادم نکرده، کمری کسی دیگر هم بسته نکرده علیکم، در مقابل شما تعهد خدا مطور نگاه کرده، با کسی کمک هم نکرده.
فاتموا الیهم عهدهم، پوره کنید تعهدی از یاره، الی مدتهم، تا همون مدتی که بود. این بنو مدلج و چیستا بنو کنانه یاد می شدن. این طایفه ها با امر پیامبر اسلام تعهد کرده بود، سری تعهدی خود مکمل پایبند استاد بود. زمانی که همی اعلان می شد 9 ماه از یا باقی مانده بود. پیغمبر علیه السلام تا 9 ماه برای از یا موقع داد. بعد از 9 ماه دیگه او شرک و شرک باقی نمیمانه. به کلگی به کل طایفه هایی که در دور اطراف مکه مکرمه زندگی میکرد، برای کلشان مسیرشان مشخص کرد. موقع برشان اعلان شد که آماده شوی، خلاص ما دیگه این سرزمین از این شرک پاک میکنیم، نمیگذاریم شه. از او خاطر الله متعال میگه ان الله يحب المتقین، یقینا الله متعال دوست داره متقین. در موقع متقی کسی است که حدود الله را مراعات میکنه، چی در مورد جنگ است، چی در مورد خانواده است، چی در مورد نفست است. در هر مورد الله حدود مقرر کرده. در مورد نفست حد داری، حد تا چه قدر تو روزه بگیری، تا زمانی که دیگه وسو توان داشته باشی. اگر در تکلیف میشی، مریض میشی، مادر طفلش بیشیر میشه، مریض میشه، الله برات میگه خلاص روزی تا بخو، آینده بس قضا بیاد. این حدود الله را مراعات کردن است. در حق خانواده، در حق همسایه، در حق مجتمع، کلش حدود الله موجود است. مجاهدین ما به نام مجاهد روزه را میخوردن، به نام مجاهد زمینا را غصب کردن، به نام مجاهد آلی میگه که دموکراسی را در چی بیاره. الا مجاهد است، رای بدیم. کسی که دموکراسی را تایید میکنه چه رقم مجاهد است؟ اول تعریف مجاهد بکن، بعد از اون بگو که مجاهد است. مجاهد دموکراسی را رد میکنه، به دموکراسی تسلیم نیست، به هیچ وجه تسلیم نیست. ما علما می گپا میزنم، تاسف است، در سر منبرا می گپا میگن نسبت به او، نسبت به او. پشت نسبت ها نگرده، کلام الله را بخونه که در روز قیامت جواب به الله میگه. کسی که پیش از پیش پیمانا را امضا کرده و دموکراسی را میگه که چی است؟ باشه. در شعارم نوشته کنه که تقلب چی است؟ بگه خلاف دموکراسی است. نمیگه خلاف اسلام است، خلاف دموکراسی است. اسلام ارزش داره، دموکراسی کدامش ارزش داره؟ به الله قسم در این قدر امتحان سختی الله متعال قرار گرفتیم که پرسان نکنیم. ایمانات تبا میشه، از وجود ما ایمان بیرون میشه. این را یاد داشته باش. بسا مردم است بنابر تعصب زبان، تعصب قوم، تعصب سم، تعصب همه گپا ما را فرا گرفته. خلاص نمیبینیم که اصل چطور است. اصل پشت فرع کجا میری؟ گنده رسایی کو که گنده چی است؟ عجیب است. الله رحم بکنه. الله مسلمان میگه در موقع جنگم از تقوا و حدود الله باید تیر نشوی، را مراعات بکنی. اگر نکردی الله دوستت نداره. پس او مجاهدی که به نام جهاد نه حق یتیم هم گرفت، بلدینگی که برای یتیم آباد شده او گرفت، به بچه خود چیسته دارالایتام پر از اولاد خود ساخت، خودم شهید معرفی کرده، به خود شهید معرفی کرده، تذکرم جور کرده، پیسیش هم میگیره، زمینار هم چور کرد، کلش به نامی کی یتیم برام جهاد. عجیب است. الله دوست داره. ان الله يحب المتقین. الله دوست داره کسایی که متقین است. اول شرط تقوا خودداری از شرک و کفر، از حرام و بدعت است. بعد از او از همه نوع معصیت الله خودداری کردن. الله او را دوست داره. بله جهاد میکنی که کاری غلط کردی، الله دوستت نداره. اینطور نیست که تو من نماز بخوانم خو لیکن 2 نفر پایمال کنم پروا نداره. نه، نماز بخوان، در وقت نماز عبادت الله را بکن که اذیت به کسی دیگر نرسد. اونطور نمیشه که تو میگی من مجاهد هستم هر کار برام حلال است. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، وقتی که برای ماهای حرام. اینجا مراد از ماهای حرام کدام است؟ مفسرین بعضی میگن اون ماهای مشهور حرام است که 4 ماه بود، 3 ماه پی در پی، 1 ماه جدا است. 3 ماه پی در پی عبارت از ذوالقعده، ذوالحجه و محرم است. 1 ماه که رجب است، او جدا است. میگه اینمی ماه اگر برای، لیکن قول راجح است که نه، اینجا مراد از ماهای حرام اینمی ماهای 4 گانه است که الله متعال گفت که دمی 4 ماه برای جا مهلت بده. اگر این ماه حرام باشه نباشه، همی 4 ماه پی در پی، چون تعرض سر از یا حرام است، از او خاطر این ماها به نام حرام یاد میشه. تا این وقت شما رعایتشان بکنه. وقتی که برآمد
فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، مشرک در هر جایی که یافته بکشیش، نمانیش مشرک. این سرزمین اسلام است، بعد مشرک اینجا قدم نزنه. همینطور میگه الله متعال برش، چرا که مرکز اسلامی است. 4 راه را نشان میده ما مسلمان. اول بگیریش، اگر زوریتان پیدا شد در دستتان آمد، حالی منتظر نشوی که چطور بکشیش. حیث وجدتموهم، در هر جایی که پیدا کردی. دوم را و خذوهم، بگیریش، اسیر بگیریش، تلاش کنه چاپه بزنی سرش، بگیریم اسیر کنیش. و احصروهم، بند کنیش، راهایش، راه گریزیش مکمل قطع بکنه. یک گروپی مجاهدین زمان سری گروپی دیگه غالب میشه که از همین 4 راه چی استفاده بکنن. مجاهدین دلیر هیچ از مرگی خود نمیترسه، همینطور میدوه سرش. فقتلوهم است، هر جایی که پیدا میکنه. دوم میگیرشان اسیر، اینطور نمیکنه، فدیه مدیه را نمیگیره، بعد از او راهایش بند میکنه که فرار نکنه. وقعدوا لهم کل مرصد، بشینه در هر کمینگاه. کمین بگیره، کمین. 1400 سال پیش جنگای چریکی را قرآن توجیه کرده. اگر دست ما برابر نشد، حالی دست برابر نمیشه. جانب مقابلت اسلحه مدرن پیشرفته داره، نمیتونی روی مقابله بکنی. از کجا کار بگیری؟ جنگ گوریلایی برش میگی یا چریکی برش میگی؟ قرآن برای تشریح کرده. وقعدوا لهم کل مرصد، بشینه در هر کمینگاه، تلاش بکنی که متضرر نشوه. تو هیچ ضرر نبینی و ببینه. یک نفر میشینه بم مانده درم تانگه میپرانه، خلاص بشینه کمین برش بگیره بدون جنگ. ناگهان آمده رایسته میذاریشه. فاین تابو، بله اسلامی تو هم نمیگه. فاین تابو، اگر یا توبه کردن، رجوع کردن به سوی نظام اسلام. 3 شرط گذاشته: توبه، رجوع به سوی اسلام. حال اسلام خو امر مبتن است، در قلب آدم است. ما چی میفهمم؟ بله تحقق بس بخشه. و اقام الصلاة، قایم کردن نماز به وجه درستش. و آتوا الزکات، دادن زکات. فاین تابو، ایمان صادق الله طلب میکنه. توبه وقتی میشه که یا به اسلام تسلیم میشود، این ایمان صادق میگه. و اقام الصلاة چی هست؟ معلوم شود که دروغ نگفته باشه، که نماز قایم کرد، صادق شد. حالی تحقق چطور، ثبوت ایمانی خود چطور بده؟ این توسط دادن زکات است که مال به محنت خود پیدا کرده، حالی در راه الله مصرف میکنه. الله چی میگه در این سر؟ فخلوا سبیلهم، راهش اعلا کنی دیگه. چرا که اسلام آورد. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بسیار مهربان ذات است. سالا دشمنی کرده، به یک توبه کلی گپا معاف شود. الاسلام یجب ما قبله، اسلام کل چیزای ما قبل ختم میکنه. جرم جنایت این گپا قطعا باقی نمیمانه. در این درس هاست. کدام درس هاست؟ اول این را میگه تدابیر احتیاطی را برای مسلمان ها. الله متعال فرمان میده که مشرک خو میکشه نمیمانه، اما این طور نیست. شما تدابیرتان بگیرید. چه رقم مشرک بکشه؟ کشتن مشرک برای خود تدابیر کار داره، برای خود ترلینگ کار داره، برای خود چی هست؟ تعلیم کار داره که چه قسم کشته شود. محض ما مسلمان هستم، در تظاهرات مردم خود میکشه. او بدبخت چرا میکشی؟ حرام میشی. در تظاهرات نکش. وقتی که اینطور خود میکشی، باز 1 دانه تفنگ قطعت باشه، اول 4 دانه را مردار کن، بان که او کافر باز تو را بزنه شهید شوی. ناره تکبیر، دکان در بده، پلیس بزنه تا درم بپرتته، یا منفر دکاندار تو را بزنه، تو باز خود شهید هم میگی. کجا شهید شدی؟ در اسلامی تو نیست که کسی هم تو را لکی بره خود درم بزنه. اسلام دقیق، نکته های دقیق. در آیت قرآن کریم اونجا میگه حیث ثقفتموهم. ثقف هم میفهمه؟ ثقافت چی را میگه؟ به زیرکی، موشگافی یک چیز پیدا کردن.